دوستان عزیز خدمتتون سلام عرض می‌کنم. گنودی هستم از سایت کار نوین و با دوره آموزش تولید محتوا با شما هستم. در این دوره قصدمون اینه که بپردازیم به یکی از موضوعات بسیار مهم در کسب و کار اینترنتی و اون هم بحث تولید محتوا هست. یکی از مشکلاتی که خیلی از دوستان دارن و بارها در قسمت نظرسنجی سایت یا در قسمت نظرات گفته شده اینه که بحث تولید محتوا یکی از اون چیزهاییه که خیلی ها براشون سخته، اینکه حالا بخوان محتوایی رو برای سایتشون تولید کنن و اولین چیزی که شاید به ذهن خیلی ها برسه اینه که بیان حالا برن چند تا از محتوایی رو از جاها و سایت‌های مختلف بردارن، کپی کنن، در سایتشون قرار بدن. اما در این دوره تولید محتوا میخوام بهتون یاد بدم که چطور برای سایتتون یک محتوای جامع و کاربردی تولید کنید، محتوایی که اختصاصی باشه و کپی شده از سایت‌های دیگه نباشه، محتوایی که بهتر از رقیبانتون باشه و بتونید با استفاده از این محتوا بازدید و فروش سایتتون رو افزایش بدین. اما توی این دوره قراره چه چیزهایی رو یاد بگیریم؟ اول یک سری در ارتباط با مفاهیم ابتدایی در رابطه با تولید محتوا و بازاریابی محتوا صحبت خواهیم کرد و بعد یک برنامه‌ریزی و استراتژی رو قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ تولید محتوا باید ما داشته باشیم و در مورد این استراتژی صحبت خواهیم کرد که چطور یک برنامه مشخصی رو تعیین بکنید برای اینکه محتوای سایتتون رو بتونید به درستی تولید بکنید و تولید محتوای سایت باعث سردرگمی شما نشه. پس اول میریم سراغ برنامه‌ریزی و استراتژی اولیه برای تولید محتوا. بعد از اون بهتون 9 تا روش عالی رو یاد میدم که با استفاده از این 9 روش میتونید ایده های خیلی خوبی رو برای محتوای سایتتون پیدا کنید. بحث ایده یابی هم یکی دیگه از اون مشکلاتی هستش که خیلی ها باهاش درگیرن که خب حالا ما سایت رو ایجاد کردیم و موضوع سایت ما هم مشخصه، اما حالا ایده برای تولید محتوا از کجا بیاریم، در مورد چه موضوعاتی محتوا تولید کنیم و این موضوعیه که ما در فیلم های بعدی بهش خواهیم پرداخت که با 9 روش یاد میگیرید چطور صدها ایده برای محتوای سایتتون پیدا کنید. بعد از اون در فیلم های بعدی میریم سراغ این که چطور یک محتوا رو به سرعت ایجاد بکنید و دیگه نگرانی از بابت این نداشته باشید که حالا من چطور بنویسم، از کجا شروع کنم و بحث تولید محتوا رو خیلی راحت میتونید با این تکنیکی که بهتون یاد میدم انجام بدید و برای سایتتون به سرعت تعداد زیادی از مقالات رو ایجاد بکنید. در فیلم های بعدی میریم سراغ این که چطور با موانع نوشتن مبارزه کنیم. خیلی از ما مشکلاتی داریم برای اینکه بخوایم محتوا رو شروع کنیم، یک صفحه سفید جلومونه و نمیدونیم از کجا و چطور شروع کنیم، یا هی ذهن ما یک سری مانع‌هایی داره که نمیذاره ما به سرعت این مقالات رو بنویسیم و تولید کنیم و در این فیلم من بهتون آموزش میدم که چطور با این موانع مبارزه کنید و دیگه مشکلی از بابت نوشتن اولین کلمه یا اولین جمله مقالتون نداشته باشید. و بعد از اون بهتون 5 تا قالب پرطرفدار برای تولید محتوا رو میگم، 5 تا از انواع محتوایی که خیلی خوبه که حتما توی سایتتون داشته باشید و باعث افزایش بازدید سایتتون میشه و حتی به فروش سایتتون کمک میکنه. و در ویدیوی بعدی میریم سراغ این که چطور مقالات مرجع در سایتمون ایجاد کنیم. در واقع مقالات مرجع رو میتونیم بهش بگیم پیلار کانتنت ها که بسیار مهم هستن، به خصوص در بحث سئو سایت که زمانی که ما بریم سراغ آموزش سئو اونجا متوجه میشید که این مقالات مرجع یا پیلار کانتنت ها چقدر در سئو سایتتون تاثیرگذار هستن و بهتون آموزش میدم که چطور این مقالات مرجع رو ایجاد بکنید برای سایتتون. در نهایت یک استراتژی عالی برای تولید محتوا بهتون آموزش میدم و بعد اینکه چطور محتوای خودمون رو در سایتمون منتشر کنیم، یک سری تکنیک ها و نکاتی در ارتباط با انتشار محتوا در سایت وردپرسیمون هست که در انتها به این موضوع خواهیم پرداخت. خب اول از همه بریم سراغ برنامه‌ریزی و استراتژی اولیه که شما باید برای تولید محتوای سایتتون داشته باشید. ببینید ما هر کاری رو که بخوایم شروع بکنیم باید براش برنامه‌ریزی کنیم، باید استراتژی داشته باشیم. تولید محتوا هم همینطوره. ما نمیتونیم بریم یک صفحه رو خالی رو باز بکنیم در برنامه ورد یا یک کاغذ سفیدی رو بذاریم جلومون و بگیم خب حالا شروع کنیم به نوشتن. ما باید اول مشخص کنیم استراتژی ما از این تولید محتوا چیه، برنامه‌ریزیمون چیه و در ادامه بهتون آموزش میدم که چطور با یک برنامه‌ریزی و استراتژی درست ذهنتون رو آماده بکنید برای اینکه محتوای بسیار عالی رو برای سایتتون ایجاد کنید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه‌ریزی و استراتژی اول باید بدونیم که محتوا یا بازاریابی محتوا چیه. خیلی ها سوالشون اینه که اصلا بازاریابی محتوا چیه و اصلا چرا ما باید برای سایتمون محتوا تولید کنیم. استراتژی تولید و انتشار انواع محتوا با هدف افزایش بازدید و فروش سایت هست. بازاریابی محتوا یعنی استراتژی که ما به کار میگیریم که با استفاده از محتوایی که در سایتمون تولید و منتشر میکنیم
بازدید و فروش سایتمون رو افزایش بدیم که در مورد این به صورت کامل بهتون توضیح خواهم داد. در عین حال تولید محتوا یا به عبارت بهتر بازاریابی محتوا روشیه برای اینکه ما بتونیم با مخاطب هدف یا بازدید کننده سایتمون ارتباط برقرار کنیم، اعتمادش رو افزایش بدیم نسبت به کسب و کارمون و اون رو به کسب و کارمون علاقه‌مند کنیم، نسبت به برندمون، نسبت به کسب و کار و محصولاتی که ارائه میدیم و در عین حال محتوا یکی از مهمترین اجزای قیف فروش سایتمون هست. خب بریم یکی یکی اینها رو بیشتر راجبش توضیح بدیم تا متوجه بشیم که اصلا چرا ما باید از محتوا استفاده کنیم و بازاریابی محتوا به چه معنی هست. ببینید شما در سایتتون قراره که یک سری محصولات و خدماتی رو به فروش برسونیم. ما داریم کسب و کار اینترنتی رو ایجاد می‌کنیم برای اینکه کسب درآمد بکنیم. این کسب درآمد چطوری انجام میشه؟ با فروش محصولات و خدمات. حالا محتوا در واقع استراتژیه که ما با استفاده از این محتوا میایم و با استفاده از تکنیک‌های SEO که روی این محتوا پیاده میشه بازدیدمون رو افزایش میدیم و زمانی که بازدید سایت ما افزایش پیدا کنه، بازدید کننده میاد در سایت ما محتوای ما رو میخونه، مطالبمون رو میخونه، میره صفحات بعدی سایتمون و کم کم به کسب و کار ما علاقه‌مند میشه و در این قیف فروش میاد پایین‌تر. ببینید ما اگر یک قیف فروش رو در نظر بگیریم، توی این قیف فروش بازدید کننده که وارد سایت ما میشه اول هیچ اطلاعاتی نسبت به کسب و کار ما نداره. سایت ما رو در گوگل پیدا میکنه و روی سایت ما کلیک میکنه. چطوری سایت ما رو در گوگل پیدا میکنه؟ شما با استفاده از محتوا و SEO یا بهینه‌سازی محتوا کاری میکنید که مقالات سایتتون در نتایج گوگل بیاد بالا، بیاد در صفحه اول نتایج گوگل. به این ترتیب شما بازدید کننده بیشتری رو میتونید از طریق گوگل وارد سایتتون کنید. حالا که بازدید کننده وارد سایت شما شده، هیچ اطلاعاتی نسبت به کسب و کار شما، اینکه چیکار میکنید و چه محصولات و خدماتی رو ارائه میدین نداره. و ما چطور میتونیم این بازدید کننده ای رو که هیچ اطلاعاتی نسبت به کسب و کار ما نداره اون رو با کسب و کارمون آشنا کنیم؟ اولین کاری که شما می‌کنید محتوای سایتتون هست. اگر شما وارد سایتی بشید که هیچ محتوایی نداره و ببینید حالا چند تا محصول گذاشتن، هیچ توضیحی ندادن، هیچ چیزی راجع به کسب و کارشون ننوشتن، هیچ توضیحی راجع به محصولاتشون ندادن که اصلا چیکار میکنن، محصولشون چیه، چیکار میکنه، یا یک سری اطلاعات و مقالات بیشتری رو در رابطه با حوزه فعالیتشون در سایتشون ندارن، شما چیکار میکنین؟ چند تا از صفحات رو میخونین و بعد از سایت اون کسب و کار خارج میشید، میرید سراغ سایت بعدی. اما اگر شما وارد سایتی بشید و مقالات اون سایت رو بخونید، ببینید یه عالمه توضیح دادن، یه عالمه آموزش‌های رایگان در اختیارتون گذاشتن، یه عالمه مقالات جالب در اون حوزه دارن و شما هی دوست دارید مقالات بیشتری بخونید، این باعث میشه که شما نه تنها نسبت به اون کسب و کار اعتماد بیشتری پیدا بکنید و نسبت به اون کسب و کار علاقه‌مند بشید، بلکه شما همینطوری دارید توی این قیف فروش پایین و پایین‌تر میاید تا تبدیل بشید به یک مشتری. چطور این اتفاق میفته؟ اول از همه شما با این مقالات رو میخونید، با این کسب و کار آشنا میشید، کم کم اعتمادتون بیشتر میشه، میبینید چقدر اطلاعات و آموزش‌های رایگان در اختیار شما قرار دادن، چقدر راجع به محصول و سرویسی که ارائه میدن به شما اطلاعات دادن و این باعث میشه که شما اعتمادتون بیشتر بشه، علاقه‌مند بشید به اون کسب و کار، مقالات بیشتری از اون کسب و کار رو بخونید و کم کم وارد مرحله تصمیم گیری بشین که این کسب و کار و محصولاتی که داره ارائه میده میتونه به من کمک بکنه. پس شما تبدیل میشید به یک مشتری. از یک بازدید کننده که هیچ آشنایی نسبت به این کسب و کار نداره، تبدیل میشید به مشتری ایدئال اون کسب و کار و به این ترتیبی که شما از این قیف فروش پایین میاد و از بازدید کننده به مشتری تبدیل میشید. پس چرا میگیم محتوا مهمترین بخش یک قیف فروشه؟ به خاطر که محتوا داره مهمترین کار رو در سایت شما میکنه. اگر شما بهترین و جذابترین سایت رو هم داشته باشید ولی محتوای خوبی روی سایتتون نداشته باشید، مهمم نیست چقدر محصولاتتون یا خدماتی که ارائه میدین عالی باشه، فایده‌ای نداره، چون بازدید کننده نمیتونه ارتباط برقرار کنه با کسب و کار شما. پس اینجاست که ما میفهمیم بازاریابی محتوا یعنی چی؟ یعنی هدفش افزایش بازدیده که این افزایش بازدید با کار SEO انجام میشه. نکته مهم بعدی در بازاریابی محتوا برقراری ارتباط با مخاطب، علاقه‌مند کردن اون به کسب و کارمونه و اینکه اعتماد کنه به کسب و کار ما و در نهایت تبدیل بشه به مشتری محصولات و خدمات ما. پس این شد توضیح بازاریابی محتوا. حالا هدف ما از تولید و بازاریابی محتوا چیه؟ دیگه الان فکر کنم باید بدونید هدفتون چیه، ولی باز به صورت جزئی تر بهتون میگم که ما هدفمون از تولید و بازاریابی محتوا چیه. قبل از اینکه ما بخوایم محتوای سایت رو ایجاد بکنیم باید هدفمون رو مشخص کنیم. گفتم بهتون نمیشه بیایم یه کاغذ رو بذاریم جلومون و فکر کنیم خب حالا من چی بنویسم. باید هدفمون رو مشخص کنیم. ما چرا میخوایم یک محتوا رو تولید کنیم؟
معمولا ما به عنوان صاحب کسب و کار چند دلیل خیلی خیلی مهم داریم برای سایت یا کسب و کارمون که باید برای این دلایل محتوا تولید کنیم. یکی از مهمترین دلایل همونطور که بهتون گفتم ایجاد اعتماد در مخاطب و برندسازیه. مورد بعدی اینه که ما می‌خوایم با استفاده از محتوا لیست ایمیل ایجاد بکنیم. لیست ایمیل یکی از ابزارهاییه که به افزایش فروش کسب و کار شما کمک بسیار زیادی میکنه. اگر کسب و کار شما هنوز لیست ایمیل نداره، بدونید که پول زیادی رو از دست خواهید داد. لیست ایمیل بسیار مهمه و ما با استفاده از لیست ایمیل میتونیم فروشمون رو افزایش بدیم. پس یکی دیگه از مهمترین اهداف ما در تولید محتوا ایجاد لیست ایمیل هست که این رو هم حالا جلوتر بهتون میگم ما چطور میتونیم با تولید محتوا لیست ایمیل بازدید کنندگانمون رو ایجاد کنیم. مورد بعدی افزایش بازدید سایت هست که همونطور که گفتم با استفاده از تکنیک‌های SEO ما کاری می‌کنیم که محتوای سایت ما در گوگل بیاد بالا و بعد به این ترتیب بتونیم بازدید کننده هدفمندی رو از طریق گوگل وارد سایتمون کنیم و در نهایت این بازدید کننده هدفمند رو با استفاده از محتوایی که در سایتمون قرار میدیم اون رو تبدیل به مشتری کنیم و با این کار محصولاتمون رو فروشش رو افزایش بدیم. اما در کنار همه اینهایی که گفتم ما یه هدف خیلی خیلی مهم از تولید محتوا داریم و اون ارائه راه حل برای مهمترین نیاز بازدید کننده هست. درسته که ما میخوایم لیست ایمیل ایجاد کنیم، محصولمون رو بفروشیم، بازدید سایتمون رو افزایش بدیم، همه اینا مهمه. اما همه اینها زمانی میتونه به وظیفش عمل بکنه که ما بتونیم راه حل خوبی رو برای نیاز بازدید کننده ارائه بدیم. بازدید کننده‌ای که وارد سایت ما میشه، روی سایت ما کلیک میکنه در گوگل و وارد سایت ما میشه، یک نیازی داره، یک مسئله‌ای داره، یک مشکلی داره و دنبال راه حل هست. دنبال اینه که بتونه برای اون نیازش یک راه حلی پیدا کنه و بتونه مشکلش رو حل بکنه. اگر محتوایی که ما در سایتمون قرار میدیم این راه حل رو ارائه نده، ما نمیتونیم به اون اهدافی که داریم برسیم. نمیتونیم فروشمون رو افزایش بدیم، بازدیدمون رو افزایش بدیم، نمیدونم برندسازی کنیم، ایجاد اعتماد کنیم. پس اگر مثلا بازدید کننده دنبال کفش کوهنوردیه و در اینترنت سرچ میکنه راهنمای خرید کفش کوهنوردی و سایت ما میاد بالا، وارد سایت ما میشه، اگر مقاله‌ای که ما در سایتمون قرار دادیم بازدید کننده میاد این مقاله رو میخونه، نتونه اطلاعات خوبی در مورد خرید کفش کوهنوردی پیدا بکنه، عملا محتوای ما به درد نخوره و نمیتونه اهداف دیگرش رو بهش برسه. پس باید محتوای شما راه حل ارائه بده برای نیاز بازدید کننده. نیاز بازدید کننده رو از کجا پیدا می‌کنید؟ دیگه این موضوعی که در دوره آموزش ایده‌یابی به صورت کامل راجبش صحبت کردیم. البته حالا توی این فیلم هم بهتون میگم چطور میتونید نیاز بازدید کننده‌تون رو پیدا کنید، ولی زمانی که شما حوزه مشخصی رو برای سایتتون پیدا می‌کنید و با استفاده از تکنیک‌هایی که من در اون دوره بهتون آموزش دادم میتونید نیاز بازدید کننده رو پیدا کنید، مخاطب هدف رو پیدا کنید و بعد برای این نیاز راه حل ارائه بدید. راه حل رو چطور میتونید ارائه بدید؟ شما راه حل رو زمانی که یک حوزه رو انتخاب کنید که در اون علاقه و مهارت و تجربه دارید، خیلی راحت میتونید یک راه حل مناسب رو برای نیاز بازدید کننده ارائه بدید. اون موقع است که شما میتونید بازدید کننده سایتتون رو به مشتری تبدیل کنید که در واقع میتونم بگم هدف نهایی کسب و کار ما اینه که بازدید کننده رو به مشتری تبدیل کنید و این زمانی اتفاق میفته که شما میتونید راه حل خوبی رو برای نیاز بازدید کننده ارائه بدید. خب قبل از اینکه شروع کنیم ما باید چند تا کار مهم رو انجام بدیم. اول اینکه ما باید رقبامون رو پیدا کنیم و اونها رو بررسی کنیم. در ارتباط با پیدا کردن رقبا و بررسی اونها هم به صورت کامل من در دوره آموزش ایده‌یابی صحبت کردم، حالا اینجا هم باز بهش اشاره خواهیم کرد. اما چرا ما باید رقبا رو پیدا کنیم؟ برای اینکه ما باید این سایت‌های رقیب رو بررسی کنیم، ببینیم اینا چه محتوایی ارائه میدن، چی کار میکنن و هر چند وقت یک بار محتوا در سایتشون منتشر میکنن. و این خیلی مهمه که ما محتوای سایت‌های رقیب رو بررسی کنیم. چرا این کارو می‌کنیم؟ برای اینکه ببینیم اونا چیکار می‌کنن ما بهتر از اونها عمل کنیم. پس وجود رقیبان خیلی خوبه برای ما، خیلی مفیده. مورد بعدی که باید انجام بدیم اینه که مخاطب هدفمون و نیازش رو مشخص کنیم که بهتون یاد میدم چطور این کارو بکنیم. بعد از اون میریم ببینیم که انواع محتوایی که ما می‌تونیم در سایتمون تولید کنیم چیه و کدوم یکی از این انواع محتوا برای کار ما بهتره و برای شروع باید از اون نوع محتوا استفاده کنیم و بعد استراتژی تولید محتوامون رو مشخص میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم برای اینکه کارمون رو شروع کنیم. من این ویدیو رو همینجا تمومش میکنم و در فیلم بعدی میریم سراغ این که چطور هر کدوم از این 4 کار رو انجام بدیم. در ویدیوی بعدی میریم سراغ پیدا کردن و بررسی رقبا.